دانه‌های یاقوتی که تفت را خوش آوازه کرده است. انار تفت جزو بهترین و مرغوب‌ترین انارهای استان هست. با شروع فصل برداشت انار، باغ‌ها و کوچه باغ‌های تفت حال و هوای خاصی به خود گرفت. خدایا به امید خودت. انارشون تفت از 20 مهر شروع میشه تا تقریبا 20 آبان. محصولی که بیشتر خانوادگی برداشت می شود. الله الله الله. اصلا خستگی نداره، خیلی لذت بخشه و عالیه. از سونج میم و هر سال میم اینجا سالی 2000 اینجا انارچینی. نوبرانه هایی که هر کدام طعم و کیفیت خاصی دارند. انار شیرین دونه 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 کن یار یار. انار قرمز تفتیه و خوردنش هم از حال تا یک ماه دیگه. انار گله و بیشترین ماندگاری را توی انبار داره. انار گله تفتی، انار زاغ، انار شیرین شاوار، شیرین گرج، انواع و اقسام خرمز ملز. محصولی که با آن فراورده‌های مختلف تهیه می‌کنند. برای آب انار، آبگیری، برای رب انار دور ریز نداره. بالاخره همش استفاده بشه. اما خسارتی که امسال بر اثر سرمازدگی و آفات مختلف به باغات انار شهرستان تفت وارد شد. ببینید یا بدنش اینو پوسیده یا بدنش سالمه. میانگین تولید انار در سطح باغات شهرستان تفت حدود 12 تن. در سال زراعی جدید به علت سرمازدگی و آفت کرمگالوگا ما حدود 30 تا 50% ما کاهش تولید انار در سطح شهرستان را داریم. پیش بینی می شود امسال حدود 5500 تن محصول انار از سطح باغات این شهرستان برداشت شود. سید حسین میرکریمی، خبرگزاری صدا و سیما تفت.